چطور سال‌آوری رو کنترل کردیم. خب اول من تعریف سال‌آوری رو خدمت دوستان بگم. سال‌آوری یعنی یک سال بار خوب میگیریم، یک تا چند سال بار چندانی نمیگیریم. عملا خیلی از باغات ما به دلیل مدیریت ضعیف تغذیه، مدیریت ضعیف هرس دچار سال‌آوری میشن. یعنی امسال طرف 5 تن مثلا بار میگیره، سال بعد 2 تن میگیره، سال بعد دوباره 3 تن میگیره، سال بعد دوباره 5 تن. اما ما تو خیلی از باغات تو 3 سال، به خصوص توی 3 سال اخیر با تجربه‌ای که به دست آوردیم، نه تنها سال‌آوری رو از بین بردیم که افزایش سالیانه عملکرد رو ایجاد کردیم. یعنی نه تنها محصول ما کم نشد که محصول ما بیشتر شد. اگه بخوام چند تا مثال بزنم، باغ برادران قربانی در سربستان فارس مثال میگم، باغ آقای هاشم تیموری در خراسان، باغ آقای فتحی در فارس، باغ آقای اخلاقی در سمنان و خیلی نمونه‌های دیگه که الان من باید بهشون فکر کنم تا خدمتتون بگم. یعنی نمونه‌های عینی وجود داره. من این ویدیو رو گذاشتم که خود آقای تیموری میگه سال‌آوری نه تنها کنترل شد که ما افزایش عملکرد داریم. میانگین 3 تن شد، 5 تن شد، 10 تن. همینجور عملکردها افزایش پیدا کرد. مهمترین راهکاری که وجود داره، مهمترینش تغذیه و آبیاری درست و کافیه. ببینید وقتی تغذیه کافی نیست، درخت انرژیشو میذاره برای رسوندن محصول. همونجور که ما آدما بچه‌مون برای مهمه، اولویت، شاید برای خودمون پول لباس چنان ندیم ولی برای بچه این کارو میکنیم. شاید خوراک خودمون خیلی توجه نکنیم اما خوراک بچه رو توجه میکنیم. درخت هم اگر مواد غذایی کم بیاره از خودش میزنه میده به میوه. این باعث این عامل اصلی سال‌آوریه. خیلیاتون دیدین سرشاخه ها نازک میشه، جوونه ها میریزه که بتونه مواد رو برسونه به میوه. یا دیدین دور خوشه برگ ها زرد میشه. اینا همه به خاطر اینه. حالا تأمین درست و به موقع و کافی عناصر کودی، به خصوص فسفر، به خصوص بر، کلسیم، همه عناصر مهمه اما من دارم خیلی مهمه رو میگم. پتاسیم، آزوت، همه مهمه. به خصوص اینا تأمینشون کمک میکنه که ما امسال محصول خوبی داشته باشیم و شاخه ها، جوونه ها قوی باشن، ناچار نباشن مواد غذایی رو به درخت بدن و بار خوبی بگیریم. راهکار دومی که خیلی مهمه هرس اصولیه. یه استادی داشتم میگفتش که وقتی شما کود میدی از درخت خواهش میکنی بار بده، وقتی هرس میکنی به درخت دستور میدی. پس هرس اصولی، کسی که هرس رو بلد باشه بفهمه میدونه که چه شاخه هایی رو باید نگه داره، چه شاخه هایی رو حذف کنه تا هر سال بتونیم بار بگیریم. پس این نکته دوم، اولی و مهمترین تغذیه، دومی هرس.
خب تو تغذیه من آبیاری هم گفتم، واقعا تو باغاتی که آبیاریمون کافی نبود کود نتونستیم بدیم دوستان. همونجور که آدم چلو کباب میخوره تشنه میشه، وقتی کود میخوای به درخت بدی، درخت وقتی کود خوب میخوره تشنه میشه. پس اگه میخوای سال‌آوری رو از بین ببری، کود خوب، آب کافی و به موقع، هرس درست اصولی باید تو اولویتت باشه. یکی از کارهایی که انجام دادیم اصلاح خاک و آبشویی بود. متاسفانه باغاتی که دوباره آب کافی ندارن یا آبشویی انجام ندادن تو زمستون، بهار خیلی از درخت‌ها ممکنه بیدار نشه، استارت نزنه، ممکنه دیر استارت بزنن و به شدت باعث کاهش عملکرد میشه. پس تو پاییز حتما شما باید تو برنامه‌تون باشه که یک آبشویی حسابی و یک اصلاح خوب انجام بدید تا املاح و نمک از کنار ریشه بره، ریشه بتونه جذب خوب انجام بده، تا پی اچ خاکتون اگر قلیایی اصلاح بشه، یه مقدار جذب بره بالا تا شرایط برای بیدار شدن و استارت به موقع مهیا بشه. یه نکته خیلی مهمه، ما داریم در مورد سال‌آوری میگیم، استارت درخت، رسیدیم به استارت، گفتیم بیدار شدن، استارت به موقع. استارت درست درخت یعنی شما گل و میوه خوبی برای امسال بگیری و شاخه و جوانه خوبی برای سال بعد بگیری. این برای سال بعد، این برای امسال. به همین راحتی، یعنی بار امسال، این یعنی بار سال بعد. اگر بتونی تعادل عناصر کودی رو خوب برقرار کنی، هم امسال کوده، هم امسال یه محصول خیلی خوبی داری و هم جوانه و شاخه خیلی خوبی داری برای عملکرد خوب تو سال بعد. حالا بخوایم علمی کارو پیش ببریم، درست پیش ببریم، ما واقعا این کارو کردیم. آزمایش خاک، برگ، آب، آزمایش انجام داد. همه این باغاتی که سال‌آوری رو کنترل کردن آزمایش انجام دادن. من میتونم 70% موارد رو با چشمم تشخیص بدم، اما باز یه آزمایش آب، یه آزمایش خاک و یه آزمایش برگ کنار گذاشتن اینو کمک میکنه تا بتونیم باغداری دقیق انجام بدیم. اگر فسفر کمه تامینش کنیم با آزمایش خاک، برگ و آب، کشاورزی و باغداری دقیق انجام بدیم. حالا باغداری دقیق یعنی چی؟ یعنی تأمین عناصر در زمان، یعنی جذب عناصر در زمان. ما آزمایش برگ رو میگیم آزمایش خاک که پاییز بدیم، خب این پاییز انجام میشه، اما آزمایش برگ به ما نشون میده که این عناصر که تو خاک ما هست چقدر جذب شدن. ما تو همه این باغات، یعنی بخواید من براتون تا عکسش، تو همه این باغات ما آزمایش برگ و برج 3 و 4 انجام دادیم و بلافاصله بعد اینکه کمبود رو دیدیم رفع کردیم. اینجا ما پتاس کم داشتیم، سریع تامین کردیم. اینجا یادمه منگنز یه مقدار کم بود، سریع تامینش کردیم. اینجا شرایط ایدئال بود اما کمک کردیم که زودتر برسه با مایع مرغی و اینا، و اینجا هم به منگنز و روی خیلی رسیدیم که امسال بتونیم بالا خوبی بگیریم. پس سال‌آوری رو میشه کنترل کرد و میشه حتی این تهدید رو تبدیل به فرصت کرد. یعنی نه تنها مسئله ما کم نشه، در سال‌های بعد بیشتر بشه. سعی کردم یه خلاصه از کارهایی که انجام شده بگم که به صورت عینی ببینید چطور تو این باغا ما افزایش سالیانه عملکرد داشتیم.